فرقه بهائیت در واقع یک فرقه متفاوتی است نسبت به فرقه های دیگه. خب این فرقه به علت یک به اصطلاح ساختار تشکیلاتی بسیار منضبط و مفصلی که داره که در سطح در واقع بین‌المللی هم فعالیت‌های گسترده‌ای رو در واقع ما از این فرقه شاهد هستیم و سوابق این فرقه در طول زمان از زمان شکل‌گیریش، یعنی در طول 2 قرنی که این فرقه به وجود اومده، یعنی حدود مثلا 182 سال هست که این فرقه شکل گرفته و مشغول به فعالیت هست، سابقه بسیار ننگینی داره در ارتباط با جریانات استعماری و استکباری و وقتی به بهائیت نگاه میکنیم میبینیم که این ساختار و تشکیلاتی که داره، احکام فقهی و شرعی که مثلا در این فرقه برای خودشون تدوین کردن، شامل مواردی است که اون موارد به صورت کاملا مشخص و حساب شده میتونه جاسوسی و ابزاری برای کمک به استعمار تلقی بشه. شما نگاه کنید مرکزیت این فرقه در خارج از کشور کجاست؟ در به اصطلاح سرزمین دولت متخاصم اسرائیل. خب وابستگی جغرافیایی و سازمانی این فرقه به کشوری که امروز به اصطلاح مستقیم ترین تخاصم و دشمنی رو داره با ما بروز میده و نشون میده. در حقیقت با این حضوری که در کشور اسرائیل داره و ارتباطاتی که با دولت رژیم اشغالگر قدس داره، نمیتوان نوع دیگری رو ازش توقع داشت، یعنی برخورد دیگری. در واقع بهائیت با عملکردی که دارد و با سابقه ای که دارد و با آموزه ها و دستورالعمل هایی که دارد، میشه گفت که متوقع ترین و محتمل ترین رفتارش همین کاری است که امروز داره انجام میده. اینکه بهائیت چرا این کار رو میکنه؟ خب وقتی که این فرقه رو ما یک ابزاری در خدمت نظام سلطه ببینیم، خب طبیعتا این کار رو بایستی برای در واقع اربابانش انجام بده و رابطه بین بهائیت و استکبار یک رابطه غلام و اربابی است، یعنی در واقع برای مطامع اربابش بایستی وظایفی رو انجام بده. و به صورت مشخص هم اگر بخوایم مثال بزنیم، ما شاهد این هستیم که عوامل فرقه میان و در سکوهایی که در اختیارشون هست، حالا اینستاگرام، تلگرام یا ظرفیت‌های دیگه‌ای که در اختیار خودشون دارند، سعی میکنن به اشکال مختلف از مردم جاسوسی بکنن و این روش و سیره و متدیه که در طول سالیان دراز این فرقه داشته.